بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، صحبت امروز را میخواهم با قصه شروع کنم که خیلی به الله امید دارم که این قصه عبرت باشد، درس زندگی باشد برای هم من و هم برای شما، و علل خصوص ای کاش برسد به گوش نفرانی که اهل علم هستند و برابر ظلم سکوت یک طرف استاد، حتی طرفداری ظلم میکنند. عزیزان، حسن بصری از علمای مشهور تابعین هستند که در خانه ام المؤمنین همسر پیامبر ام سلمه بزرگ گشتند و حسن بصری در زمان خود از نابغه های بودند که همه وقت نام حسن را میشنید دیگر میدونست که این انسان کی هست و چی هست. یعنی خیلی شهرت داشتن با علم خود و با زهد خود، یعنی از اینکه ترک دنیا و ترک مال دنیا کرده بودند و تمام عمر خود را در علم و در طلب علم و در دادن علم و در کمک به مردم صرف کرده بودند. و حسن بصری اگرچه در مدینه بزرگ می شوند، بعد از بزرگ شدن به بصره، به عراق امروزه می آیند که در آن زمان، در زمان حسن بصری، والی عراق یا گفتیم سرداری عراق حجاج بود، حجاج ابن یوسف ثقفی، که دیگر با ظلم خود مشهور است، بیرحمی خود مشهور است. این یک والی یا گفتیم یک رئیس شهر بود که نه از خون صحابه می ترسید و نه از خون عالم می ترسید و به خاطر منصب و تخت خود و آن خلفای اموی به هر چیز قادر بود. یعنی هیچ رحمی هم نداشت و هیچ شوقتی هم نداشت. وقتی که حسن بصری در بصره بودن یا در عراق بودن، همین حجاج یک قصر بزرگ می سازد، قصری که خیلی دیگر با حشمت هست و میگوید تمام اهل بصره، یعنی همین شهر بیاید و قصر مرا تماشا کنند. و خودش در اون قصر، یعنی بیرون می شود، دو قصر داشت، قصری که در آنجا حکمرانی میکرد و این قصر را گویا یک قصر علاوگی دیگر برای خود می سازد و میگوید همه بیایند و دیگر تماشا کنند این قصر مرا، گویا که لذت ببرند از این مال من. حسن بصری این فرصت را غنیمت میدانند که آن روز روزی تماشای قصر حجاج است و مردم به کوچه میبرایند. حسن بصری هم همراه مردم میبرایند و بعد از اینکه کمی به قصر حجاج نگاه میکنند، به بلندی میبرایند و با صدای بلند خطبه خواندن را شروع میکنند، یعنی وعظ گفتن را، و میگویند در حقیقت همگان تماشا کردیم آن چیزی که این پلیدی پلیدیان ساخته است. یعنی حجاج را در نظر دارند، یعنی این شخصی که با این همه گناه اینقدر پلید است و دست او اینقدر به خون علما پیچیده است، دیدیم که چی ساخته است. مگر فرعون از این بالاترش را نساخته بود؟ مگر فرعون هم با خود قصر نداشت؟ مگر حجاج از عاقبت فرعون بخبر هست که پروردگار هم فرعون را نابود کرد، هم قصر او را نابود کرد؟ و مگر حجاج بخبر است که اهل زمین او را لعنت میکنند و اهل آسمان به او نفرت دارند؟ این نفرت شده ای آسمان و لعنت شده ای زمین با این قصرش چی میخواهد اثبات کند؟ وقتی این را میگویند، مردم میگن ابا سعید، یعنی لقبی حسن بصری است، نه کفایه هست استاد، شما نباید این گونه سخن کنید، این به گوش حجاج می رود، شما رو عذاب می دهد، شما رو شکنجه می دهد، این گفته های شما خیلی دیگر جوابگویی دارد. حسن بصری میگن مردم شما چی میگوید؟ الله از علما عهد و پیمان گرفته است که لتبیننه للناس ولا تکتمونه، شما باید آنچه که میدانید به مردم بیان کنید و پنهان نکنید. الله این عهد و پیمان را گرفته است، من باید بیان کنم. عالم حقیقی آن است که آن چیزی که میداند در وقتش در جایش بیان میکند و بیان میکنند. البته خبر به گوش حسن حجاج میرسد از طریق جاسوس ها که در همه وقت هستن اینها، و حجاج میگوید وای بر حالتان شما لشکران من، زیر دستان من. مگر یک برده که حسن بصری اصلشان برده بود، پدر و مادرشان بعداً آزاد شده بودند، مگر یک برده با این همه جرأت در حق من این گونه بدگویی میکند، شما کاری نمیکنید؟ یعنی کسی
نتوانست از من دفاع کند، والله او را به اینجا جیغ خواهم زد، با خون او شمایان را سیراب میکنم. یعنی حجاج میگوید من در نزد چشمان شما خون او را میریزانم و شما از آن سیر خواهید شد، به خاطر اینکه او اینقدر مرا تحقیر کرده است و شمایان باشد گوش کردید و آنجا کسی از من دفاع نکرد. روزی دیگر خبر میفرستد که حسن بصری به قصر من بیاید، قصری که در آنجا بود. حسن بصری به یگان ترسه، به یگان سرخمی، به یگان عذرخواهی، به یگان اینسو و آنسو من خطا کردم و من چیزی دیگر گفتنی بودم گویان نه، با سر بلند نزدی حجاج می روند، چون عالمی که پروردگارش را می شناسد، عالمی که در علم خود مطمئن است و یقین است، او مرگ زندگی را در نزد الله می بیند. او مرگ و زندگی خود را به دست یگان مخلوق نمی بیند. بیچارگی را، کمبغلی را، بی آبروگی را، زیر دست شدن و زیر پا شدن را او در دست یگان دو پا انسان نمی بیند. او می داند که عزت هم از طرف پروردگار است و ذلت هم از طرف پروردگار است. حسن بصری وقتی به قصر حجاج می آیند، وقتی در دمی در بودن میبینن که حجاج هم دیگر با شمشیر خود است، خیلی قهر و غضبی، و اطرافیانش هم دیگر همه آماده هستند که به خاطر آن جرم، آن زبان دراز حسن بصری گویا او را نابودش کنند. حسن بصری چیزی را در زبان خود زمزمه میکنند، با صدای پس چیزی میگویند، بعدن به یگان ترس با آرامی کامل نگاه به چشمان حجاج کنان داخل میشوند. حجاج یک باره چهره و وقار آن عالم را دیده، یعنی آنی که با نور الهی صحبت میکند، آنی که به الله توکل دارد، عزت دارد، وقار دارد که دیگران ندارند. یک باره حجاج آن چهره حسن را دیده دیگرگون می شود و از تخت خود برمیخیزد و میگوید ها هانه یا ابا سعید، ابا سعید اینجا بنشین. یعنی به تختش حسن بصری رو می نشیند. در روایت خودش به زمین می نشیند و میگوید تو از علمای ما هستی، تو از مبارک های ما هستی، و چند سوال دینی می دهد. حسن بصری هم جواب می دهند، گویا که در منظر گویا که حسن بصری شاه باشند و حجاج یک خادم سوال و جواب می کند. بعدا میگوید عطرهای خوشبوترینی مرا بیاورید که من این علما، این عالم را احترامش کنم، و با عطر خود حسن بصری را خوشبوی میکند که این یک عادات عرب بود که این گونه احترام میکرد. بعدا خودش گسیل میکند، خوش آمدید گویان، باز میبینیم گویان. وقتی حسن بصری بیرون میشوند، ساق و سلامت، به هیچ خونریزی، با همان شهامت خود، مردانگی خود، با سر بلند خود، مردم میگویند حسن، یعنی ابا سعید، حسن بصری، عالم ما، استاد ما، شما چی شد که وقت دمی در بوده چیزی در زبان گفتید، یک باره آن شکل حجاج هم تغییر یافت و کل قضیه هم تغییر یافت. یعنی او میخواست شما رو برای جزا دادن اینجا صدا کرده بود و برعکس به شما مکافات داد و شما با سر بلند دارید برآمده میروید. شما چی گفته در دمی در؟ حسن بصری میگن وقتی دمی در بودم و حجاج را در این حالت بدیدم، گفتم اللهم یا ولی نعمتی و ملاذی عند کربتی اجعل ما اخافه و احذره بردا و سلاما علی کما جعلت النار بردا و سلاما علی ابراهیم. گفتم پروردگارم، اللهی که دهنده نعمتهای من هستی و در وقت غم و اندوه هم پناه دهنده من هستی، آن چیزی که الان من میترسم و از آن بیم خطر دارم برای من خنک و سلامت گردان، یعنی بی‌ضرر گردان، همون گونه‌ای که آتش را برای ابراهیم خنک و سلامت گردانیدی. یعنی من این دعا را خواندم. و زیادی از علما میگن وقتی از کسی از چیز خیلی میترسید همین دعا را بخوانید که این دعای کشایشی هست که به پروردگار التجا میکنید که تو بزرگی، تو قدرتی، تو از قدرت این بنده دو پایه تو بالاتر است و به من کمک کن. و اینجا عزیزان
این قصه یعنی قصه حسن بصری در دیگر علما هم هست. عجیبش این است که امروز گروه هستند که الکی مردم همچون عالم قبول کردند که پروردگار باز برگشتن به علم و به خودش را نصیب گرداند برایشان تا که با این شرمندگی ها از دنیا نروند و میگویند ما پیروی ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم یا ما پیروی امام اعظم هستیم. اما بر علا به یگان پرده نترسیده، هیچ خجالت نکشیده وقتی قانون بر ضد حجاب می براید، وقتی زنی حجابدار تحقیر می شود، وقتی قانون ضد حج می براید، وقتی قانون ضد تعلیم کودکان می براید، وقتی قانون درباره ریش می براید، طرفداری می کنند از ظلم ظالم، می پیچونند. این مقصد حجاب سیاه هست، مقصد کرتای تاجیکی هست، مقصد کودکان هر راه نروند، مقصد هر چیزهای میگویند که آفتاب را با دامن پوشیده نمی شود. باز میگویند ما پیروان امام اعظم هستیم. امام اعظم در کجا مرده بود؟ مگر همون امام اعظمی که امروز میگوییم ما پیروش هستیم در زندان نمرده بود؟ در زندان ابو جعفر منصور که گفت میخواهم تو قاضی من باشی، تو سودیه من باشی و هر قانونی که من میبرارم تو در آنجا امضا کنی و قضاوت در دست تو باشد. همین خودی ابو حنیفه بودن که گفتن نه، من قاضیگی را در نزد تو قبول ندارم، در حالی که آن زمانه خلیفه مسلمان بود، خلیفه عباسی بود. آره بعضی ظلم ها داشت اما 99% او از روی اسلام حکم میکرد. آن را هم باشد به همان 1% ظلم تو من شریک نمیشوم. گویان ابو حنیفه رحمت الله علیه با آن همه آبرو، با آن همه عزت، با آن همه ثروت در داخل زندان مردن، در داخل زندان، و گفتن زندان و تنهاگی و بیکس مردن برای من بهتر است از اینکه در نزد ظالم من قاضی باشم. ما کجا هستیم؟ ما ابو حنیفه رحمت الله علیه کجا هستند که امروز میگوییم ما پیروان امام اعظم هستیم؟ مگر امام اعظم برای حجاب قانون برآمد و طرفداری کرد یا سکوت کرد؟ یعنی یک بار وقتی که خود را پیروی امام اعظم میگوییم به خاطر آریم که امام اعظم در کجا و چگونه از دنیا رفته بود. چیزی دیگر عزیزان، خواهران زیاده که به من در تلگرام هم در واتساپ هم نوشتن که استاذه در حاضره شرایط ما چیکار کنیم، چی میشده باشد؟ یعنی نمیدونم تسلیت شاید میخواهند، شاید مشورت. عزیزان من این را باید بدانید، ترکیه با آن نفوذ یا گفتیم با آن بزرگیش، با آن حکومتش تقریبا 10 سال کامل و از آن زیاد بر ضد حجاب بجنگید. حکومت شوروی با آن 15 دولت، با آن قدرتی که دیگر دنیا از آن ترسیده بود و میدونیم جنگ دوم جهان را 70 سال کوشش کرد، ایمان مردم را نابود کرده نتوانست. ایمان مردم را نابود کرده نتوانست. الله میگوید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. این کافران، این دشمنان دین میخواهند نور الله را با دهان خود خاموش سازند، اما الله کامل کننده نورش هست، اگرچه کافران این را بد میبینند. یعنی حجاب قانون الله هست، حجاب قانون الله هست که صاحب زمین و آسمان او هست. 1001 قانون برایت هم، چه از داخل کشور ما، چه از اتحاد اروپا، چه از دیگر و دیگر جا، حجاب را کسی از بین برداشته نمیتواند. 1 بار، 2 بار، 3 بار میگویند، جریمه میکنند، چیزی دیگر، اما نابود کرده نمیتواند. چگونه که ترکیه این را نتوانست و برعکس بعد از برآمدن قانون حجاب اکثریت مردم ترکیه، زنهای ترکیه حجابدار شدند و عیناً همین قانون در سال 81 خطا نکنم در تونس هم برآمده بود که برعکس بعد از برآمدن این قانون دیگر تمام زنهای تونس هم قریب حجابدار شدند و تاجیکستان هم عیناً انشالله این گونه می شود. یعنی بدانید که قانون الله هست،
یگان بشر نمیتواند این قانون را از دل مردم و از ذهن مردم دور کند و هر چه میکنند والله متم نوره، الله کامل کننده نور خودش میباشد. این بود عزیزان صحبت امروزه من، اگرچه موضوع خیلی وسعت میخواهد ولی از اینکه طولانی نشود هم برای شما هم برای من اینجا تمام میکنیم. در پناه الله یگانه باشید. پروردگار و تمام اهل علم امانت علمی خود را رسانیدن را نصیب گرداند و برای ما و شما همان ایمان و یقین ابو حنیفه رحمت الله علیه را نصیب گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.